آیا تا به حال کنار یک دریا ایستاده اید؟ این دریا بی پایان جریان دارد و هر لحظه با لحظه دیگر فرق می کند. ما اغلب فکر می کنیم که تغییر نمی کنیم، اما به یک عکس قدیمی نگاه کنید. آیا واقعاً همان شخص هستید؟ زندگی مانند دریا ما را به جلو می برد. ما رشد می کنیم، تغییر می کنیم، حتی زمانی که متوجه نمی شویم. شخصیت ما روی سنگ حک نشده است، روی شن نوشته شده و با هر تجربه جدید شکل می گیرد. هر درس، هر احساس، هر عمل بخشش، یک خط جدید به داستان ما اضافه می کند. ما یک کتاب تمام شده نیستیم، بلکه مجموعه ای از صفحاتیم که همیشه در حال بازنویسی هستند. خود دنیا در حال دگرگونی مداوم است. فصلها تغییر می کنند و ما نیز همینطور. زندگی ما این چرخها را منعکس می کند. سختی و امید، پایانها و آغازهای جدید. پس آیا شما همانند قبل هستید؟ جواب خیر است. شما یک دریا هستید که همیشه در حرکت است. انکار تغییر، انکار خود زندگی است. هدف ما این است که به آنچه که قرار است بشویم رشد کنیم. چرا ما تغییر می کنیم؟ گاهی اوقات با یک رویا شروع می شود. دانه‌ای که در قلب ما کاشته می شود. یک رویا ما را وادار می کند که یاد بگیریم، تلاش کنیم تا بیشتر از آنچه بودیم بشویم. تغییر می تواند از دیگران نیز بیاید. عشق یک والدین، چالش یک دوست، حکمت یک غریبه. ما توسط اطرافیانمان شکل می گیریم. با هر رابطه متصل و دگرگون می شویم. سختی نیز یک معلم قدرتمند است. از دست دادن و مبارزه نقاط قوتی را آشکار می کنند که هرگز نمی دانستیم داریم. گاهی اوقات عمیق‌ترین زخم‌های ما به بزرگترین منابع رشد ما تبدیل می شوند. و گاهی اوقات تغییر یک انتخاب است. یک تصمیم آرام برای تبدیل شدن به یک شخص جدید. این یک قول به خودمان است. یک فصل جدید که با اراده خودمان آغاز می شود. قدرتمندترین تغییر از درون می آید که با تمایل ما به رشد تغذیه می شود. هر تغییر بزرگ یا کوچک با یک قدم واحد آغاز می شود. تصور کنید خانه را برای یک کشور جدید ترک می کنید. زبان جدید، آداب و رسوم جدید، زندگی جدید. در ابتدا ترسناک است، اما به آرامی ریشه های جدیدی میزنید و به یک شخص جدید تبدیل میشوید. این تغییرات نه تنها مهارت های جدید، بلکه عزت و غرور را نیز به ارمغان میآورند. تغییر به معنای از دست دادن خود نیست، بلکه گسترش دنیای شماست. تغییر به ندرت بی صدا می آید. ترس، امید، غم و شادی را به همراه دارد. ترس از ناشناخته سعی می کند ما را در گذشته نگه دارد، اما امید راه را به جلو روشن می کند. هر تصمیم بزرگ یک جهش به سوی ناشناخته است که با امید به چیزی بهتر تغذیه می شود. ما برای آنچه پشت سر می گذاریم غمگینیم، اما از آنچه کشف می کنیم شادیم. رشد ترکیبی از هر دو است. رها کردن و پذیرش جدید. شجاعت تغییر با مهارت‌های جدید، دوستان جدید و اعتماد به نفس جدید پاداش داده می شود. پس از طوفان تغییر، آرامش فرا می رسد. حس قدردانی برای سفر. ما قوی‌تر، عاقل‌تر و زنده‌تر می شویم. هر احساس بخشی از دگرگونی است. آرامش پس از لرزش قلب، هدیه آرام تغییر است. دریا و فصلها را به یاد بیاورید. آنها بدون اجازه تغییر می کنند. انسان بودن یعنی تغییر. این حق طبیعی و سرنوشت ماست. به صدایی که می گوید خیلی دیر است گوش ندهید. همیشه می توانید دوباره شروع کنید. تغییر از قدم‌های کوچک و شجاعانه ساخته شده است. نه جهش‌های بزرگ. اطراف خود را نگاه کنید. هر روز افراد عادی انتخاب می کنند که رشد کنند، یاد بگیرند، بهتر شوند. اگر در یک چهارراه ایستاده اید، بدانید که تنها نیستید. هر کسی که رشد کرده نیز در آنجا ایستاده است. دان خود آینده شما از قبل کاشته شده است. آن را پرورش دهید. وارد رودخانه زندگی شوید و بگذارید شما را به جلو ببرد. شما نویسنده داستان خود هستید. زیباترین فصلها هنوز نوشته نشده‌اند.
امروز یک روز جدید است. خورشید در حال طلوع است. چه نسخه جدیدی از خودتان را خلق خواهید کرد؟